دوستای خوبم سلام. معرفی بخش 21 از اماکن گردشگری شهر خودم قزوین. آبنبار حاج کاظم. شهر تاریخی قزوین علاوه بر اینکه بناهای بسیار قدیمی و فاخری نظیر عمارت شهرداری، حسینیه امینی‌ها، کاخ 40 ستون و غیره را دارد، پر از آبنبارهای بسیار قدیمی و فاخر نیز هست. آبنبارها در اکثر شهرهای کشورمان وجود دارد، اما دلیل فراوان بودن آنها در شهر قزوین به خاطر کمبود شدید آب در آن زمان بوده. این امر به گونه‌ای بوده که حتی میتوان شاهد وجود آبنبار در بسیاری از خانه‌های قدیمی مردم قزوین بود. آبنبار حاج کاظم نیز یکی از نمونه‌های بارز این جریان بوده. این آبنبار یکی از زیباترین و تاریخی ترین بنای قزوین است که امروزه تبدیل به یک کارگاه شیشه‌گری جذاب شده و بازدید آن خالی از لطف نیست. داخل آن یک کارگاه شیشه‌گری جذاب وجود دارد که میتوان از آن دیدن کرد. تاریخ ساخت این آبنبار به قرن 13 هجری باز می‌گردد که نشان از قدمت تاریخی آن دارد. به نام پری، کانون گویندگان ایران زمین.